کشاورزان و باغداران در دهات دوردست ولایت ختلان میگویند آنها با کم حاصلی روبرو شدند. در نتیجه زمستان سرد و طولانی درختان میوه و دانکدارا سرما زده است. به ساکنانی که زندگی را از باغداری و کشاورزی پیش میبرند ضرر رسانیده است. مساحت خواجگی باباجان عابدوف در دهه شامشه سریخاسار بیش از 100 هکتار بوده، بیشتر درختزار است. از کم حاصلی میوه و چهارمغز بادام نگران است. میخنیکی سخت ضرر است. برای درخت‌ها خیلی میوه عجیب داشتیم که مثلا هر سال میگیرد درخت چهارمغز اونم عجیبه هم چهارمغزی کلون تقسیم کردیم خلقا ای همو میشکنن میوردن امسال یخیلش یگون دونه ندارم خنیکی سخت ضرر کلون است. ساکن 90 ساله دهه شاهدان میگوید که زندگی مردم دهات از حساب کشاورزی و باغداری است، ولی امسال چندان خوشبین نیستند، درختانشان کم حاصل بوده است. این امسال که خنک اومد همه را سرما زد، درخت نموند، گلوس نموند، چی انا خرما و انار و انگور نموند، فقط انگور شهر سرما نزد. دیگه انگور سوئدی و ترشش اینا اینجا 10 تا خرما داشت، ترشش خوش. اینجا کلانترین جماعت سریخاسار ناحیه دوردست بلجوان است که 1023 خواجگی زندگی دارد. بهبودی زندگی مردم از حاصل کشاورزی و درختها وابستگی دارد. حاصل خوب باشد زندگی خوب می شود. درختان طبیعی، درختان دانکدار زمستان قریب 50% خشک می شود. تغییریابی اقلیم را مردم سالهای اخیر زیاد مشاهده می کند. باران زیاد و گرمی هوای تابستانی در دهات دوردستی مثل سریخاسار احساس می شود. دهه باباجان عابدوف در 250 کیلومتری جنوب دوشنبه سالهای تابستانش هوای سرد داشت. 10 سال اخیر گرم است که حاصل زمینش کم شده است.